سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز. هشبورد M50 بود که باز کردیم، میخوایم تستش کنیم ببینیم ایرادش، که ایراد چیپ 69 بود برای دتکت چیپ ارائه 540 541 542 بسته به موقعیت هشبورد داخل ماینر. این هشبورد رو تست میکنیم با تستر پیکوبیت. تست رو روشن میکنیم. M50 میذاریم. این هشبورد 111 چیپ، تقریبا 37 تا دامنه داره. ولتاژی که وصل میکنیم به هشبورد 12 ولت تا 15 ولت. بعد بذاریم تست میکنیم هشبورد رو. سنسور دما رو میخونه 23 درجه. کد چیپ 196809B. این هشبورد وارد تا 69 شناسایی کرد. اولین کاری برای تست هشبورد میکنیم، میایم کلاک RX و RTX رو میگیریم. RX و TX رو قبل تست کردن کلاک میگیریم. نحوه تست کردن کلاک اینجوریه، هم با مولتیمتر میشه اندازه بگیریم، هم با اسیلوسکوپ. مولتیمتر رو میذاریم رو حالت ولتاژ و از چیپ های اول شروع میکنیم. تقریبا 9 ولت نشون میده. اوکی، با اسیلوسکوپ هم اعلام میکنیم. اوکی، میایم تو چیپ آخر، تو ردیف اول که اینم اوکی کلاک. میریم بعدی، اینم اوکی. میریم تقریبا آخر هشبورد. اینجا کلاک نداره. میریم البته اینجا هم کلاک نداره. میریم البته اینجا کلاک داره. میریم یه ردیف جلوتر، اینجا کلاک نداره. اینجا کلاکمون 1.8 ولت. اینجا کلاک داره. این چیپ 69 میشماریم ببینیم 69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 69. این چیپ 69. این چیپ 70. یعنی این چیپ ایراد داره. الان کلاک رو میکنم. این کلاکمونه تا اینجا میاد. اینجا دیگه کلاک نداریم، تقریبا 1.8 ولت. پس این چیپ ایراد داره. باید این چیپ 70 رو تعویض کنیم، بعد تست کنیم ببینیم مشکلش حل شده یا نه. به احتمال داره یه تعویض این چیپ مشکلش حل بشه. احتمال داره نه چیپای بعدم ایراد داشته باشه. یه چیزی یادم رفت واسه تست کردن. الان ما فهمیدیم ایراد از این ردیف. میایم ولتاژ رگولاتور رو میگیریم، ببینیم ولتاژ رگولاتور اوکی. این رگولاتور 8 ولتیه. این رگولاتور هم 1.8 ولت. رگولاتور هم اوکی، مشکلی نداره. چیپ رو تعویض میکنیم و تو کلیک بعدی نحوه تعویض کردن چیپ هم میذارم. مرسی از نگاهتون.